My name is Alfred. I am the imaginary friend of a kid named Daniel, which means nobody can see me except for him. I realize his grandparents are from this strange place, whose people do not speak English. Donny and his family left London to visit his grandparents in this strange place, but right here, he forgot me. According to the rules, I have to sit in the exact spot that he forgot me until another kid sees me. Then I'll be him or her imaginary friend. Repertoire, loyalty, vacation. Repertoire, loyalty, vacation. Finally, he speaks English. Vacation, repertoire, loyalty, loyal. What is up, mate? Hello. I'm good. Thanks. And how about you? I'm excellent. What is this? This is Ducky Dog with the ability of bulbing. I don't like it. It's made for babies. So, why are you practicing English, huh? Because my family wants to immigrate and I have to practice English very well. Immigrate? I don't know, and I don't care. But at first, let me get straight to the point. Last time, I didn't tell the kid, Simon Fryer, that I'm his imaginary friend. And the parents of that kid thought he's going mad. So I've made a decision that after that, I'm going to teach any kid that I'm his imaginary friend. So no one can see me except him or her. What do you mean? It means that I'm your imaginary friend and nobody can see me except you. بفرمایید آقا کاری داشتین؟ Do you see me? Do you speak English? Yeah, I do. Actually, I'm theater actor, and these are my costumes for theater. Huh, yeah. And I thought it would be better to come to city, check feedbacks, and get reactions. Yeah. By the way, it's excellent that your boy is practicing English in this middle of crowd. Yeah. Thank you, because I've told him and we are going to immigrate this winter, so he is getting ready. Uh-huh. I won't bother you, so good luck with that. Thank you. Good night.
Your nose is colored. تو میبینی؟ تو هم خیالی هستی؟ I don't understand. زبون ما رو نمیفهمی؟ بیا بیا حالا نوبت توه، باید کاری کنی بخنده، تو این دنیای پر از غم چشاشون رو غم ببنده. اگه نیستن هم زبونه خب اشکالی نداره، من میتونم یادت بدم که چیه راه چاره. فقط لبخند بیار رو لباشون خنده، خیلی خوبه براشون. دنیای اینا پر از غصه است، دنیای خیالی بساز براشون. لبخند بیار رو لباشون، دنیای خیالی بساز براشون. اگه فهمیدی فایده نداره از ته دل شدی بخواه براشون. ما از همون اولش کارمون همین بوده، بچه های کوچیکو شاد کنیم و این خیلی هم خوبه. اما حالا دیگه خیالی نیستیم، همه ما رو میبینن، پس بیا تا همه رو شاد کنیم چون خیلی غمگینن. فقط لبخند بیار رو لباشون خنده، خیلی خوبه براشون. دنیای اینا پر از غصه است، دنیای خیالی بساز براشون. لبخند بیار رو لباشون، دنیای خیالی بساز براشون. اگه فهمیدی فایده نداره از ته دلت شدی بخواه براشون. من اصلا نمیدونستم یه همچین قانونی هست. خب مگه تو با بچه‌هایی که دوست می‌شدی به چه زبونی حرف می‌زدی؟ اونا به زبون خودم حرف میزدن. یعنی تو همیشه یه جا بودی؟ مگه تو همیشه اینجا نبودی؟ نه، من سوئد بودم، برزیل بودم، اینجا بودم، چینم بودم یکم قبل پیشا. یعنی از این دنیایی که من دارم توی زندگی میکنم دنیاهای دیگه هم داری میگی هست؟ دنیا؟ اینا که اسمش دنیا نیست، اینا اسمش کشوره. حالا اصلا هرچی مهم نیست. دلم برای دنیل تنگ شده. آخرین بار کی دیدیش؟ دیروز عصر با بابا بزرگش اومده بودیم شهر دور بزنیم. بعد دنیل گفت دارم بستنی میخواد. بعد رفتیم بستنی فروشی، یا عالم هم صندلی بود، نشستیم اونجا. بعد بابا بزرگ شروع کرد قصه تعریف کردن، دنیل هم داشت خوب گوش بود. بعد گفتم که طعم بستنی چطور، خوشمزه است؟ گفتم خوشمزه است. بعد جوابمو نداد. بعد من این داکی رو در آوردم اینجوری رفتم جلو صورتش، گفتم که طعمش خوشمزه است، چون سوال داکی هم بود. بعد اصلا جواب نداد. بعد اونجا بود فهمیدم که اصلا نمیبینه من. ولی خودمونی، ما خیالی بودن هم سخته. مثلا با بچه دوست میشی، بعد تا میخوای بهش عادت کنی، باش دوست تر بشی، بعد اون موقع یهو توی لحظه یه جا دیگه نمیبینیش. نه. ببین تو تا حالا دوست خیالی کیا بودی؟ یعنی چی؟ مثلا یعنی اینکه دوست خیالی کسی بودی که بعداً معروف بشه؟ اوه آره شکسپیر رو میشناسی؟ مثلا من دوست خیالی شکسپیر بود. مگه تو چند سالته؟ من 600 و 532 سال. تو نه با انگشتای دستت میتونی بشماری، نه با انگشتای پات. تو خودت چند سالته؟ من 1 2 3 4 من 6 سالم. مثلا اونه زیاد حرف میزنی. چی؟ هیچ. ببین میای با هم یه جایی بریم؟ کجا؟ من دیروز خب اینو پیدا کردم، بعدش ولی ترسیدم خودم تنهایی برم. میای با هم دیگه بریم اینجا؟
چیزی که باید بهش توجه کنید اینه که شما اولین دوستای خیالی نیستین که توسط بقیه دیده میشن. یادتون میارین اولین باری رو که توسط یه آدم بزرگ دیده شدین؟ حتما حسابی گیج شده بودین. ولی یواش یواش با این واقعیت کنار اومدین. و واقعیت اینه که شما جز به اون 10-15% از دوستای خیالی هستین که برای همیشه خیالی نمیمونن. چه بخواین زندگیتون دچار تغییر شده و باید زندگیتون رو عوض کنین، وگرنه دچار مشکل میشی. کما اینکه میدونم تا الانم با چند نمونه از این مشکلات مواجه شدیم. میدونه. همه این عکسایی که روی دیوار دارین میبینین مشتریای من بودن. من بهشون کمک کردم تا با واقعیت زندگی کنار بیان و زندگیشون رو تغییر بدن. ببخشید، اون کوینه؟ الیزابت، لیزی یه دختر شیطون و سرکش و اکثر کسایی که الان شهرت جهانی دارن یه روزی دوست خیالی بوده. شما هم میتونین اگه بخواین. فقط کافیه بخواین. خب معلومه که میخواین. این هم پول از کجا بیارم آخه؟ پول من اصلا حساب نکنم. علکی گریه نکن. انقدر گریه بچه دیدم دیگه میدم گریه واقعی چیه، گریه علکی چیه. یه سوال. دیدی علکی داری گریه میکنی، تو که اصلا چیزی نداری. تازه سوالم نداشتم. مثلا جدی تو این آدما میشی. چون آدما که از این اداها در میارن برای اینکه کارشون انجام بدن. چه اشکال داره؟ اصلا کی گفته که ما فقط باید دوست خیالی بچه‌ها باشیم؟ چی میشه ما آدم بزرگا ما رو ببینن؟ اصلا اون همه آدم معروف تو دفتر اون خانم عکساشون بود، دیدی؟ هیچکی فکرش هم نمیکنه اونا خیالی باشن. ببین ما فقط خیالیم. شاید بتونیم ادای آدم‌ها رو دراریم، اما فقط خیالیم. همین. میدونی من آرزوم چیه؟ من آرزو دارم یه خواننده خیلی معروف بشم. یه جوری معروف که همه دنیا منو بشناسن، همه من نشون بدم میگن نگاه کنی اون خواننده هست که اون آهنگ رو خونده. اونا پولای دنیل بود، از قلکش برداشته بود. خواست برای مامان بزرگ بابا بزرگش کادو بخره. داده بود به من نگه دارم گمشون نکنم. حالا خودم هم گم کرد. ناراحت نباش دیگه. ببین قول میدم زندگی جدیدمون خیلی بیشتر خوش بگذره. باشه؟ خیلی خوب، بفرمایید. اینجا شما.
صدای دنیله. گوش کن، صدای دنیله داره دنبال من میگرده. تو که نمیخوای بری. آخه داره گریه میکنه. گوش کن. ببین اون یه بار تو رو فراموش کرده، هیچ بعید نیست که دوباره همین کارو بکنه. خرابش نکن دیگه، شانس بهمون رو کرده. ببین ما میتونیم زندگی خوبی داشته باشیم الان به من نیاز داره. تو برو تلاشتو بکن، موفق شو.